برای وقتایی که دوست داری یه غذای خیلی خوشمزه، راحت و سریع درست کنی، من این کباب تابه‌ای رو بهت پیشنهاد میدم. در ابتدا پیاز و با رنده ریز رنده میکنم، آبش رو یه مقدار میگیرم، سبزیجات معطر ساتوری شده به همراه ادویه‌جات همه رو با هم مخلوط میکنم و حسابی ورز میدم. تمام ادویه‌جات رو من کامل در کپشن نوشتم. یه مقدار از مواد رو بردارید. برای اینکه راحت‌تر بتونید به سیخ بکشید، در ابتدا با دستتون بهش شکل بدید و بعد به این صورت در بیارید. بعد بذاریدش توی یخچال چند ساعت استراحت کنه و بعد سرخش کنید. توی این فاصله برنجمون برنج رو چند مرتبه بشورید تا زمانی که آب برنج شفاف شه و بعد بهش آب نمک اضافه کنید. این آب نمک با سنگ نمک درست شده چون که روی پخت و قد کشیدن برنج خیلی تاثیر میذاره. به مدت 5 دقیقه من برنج رو جوشوندم و همینطور که میبینید یه مقدار زنده من برنج رو آبکش میکنم. در نهایت بعد از آبکش کردن یه مقدار خیلی کم روی برنج آب میریزم، بیش از حد روی برنج آب نریزید. کف قابلمه یه مقدار کره ریختم. وقتی که داغ شد به این صورت برنج رو میریزم داخل قابلمه. چند تا حفره با قاشق ایجاد کنید، درش رو بذارید. وقتی که بخار کرد در اینجا بهش، چون که ما برنج رو زنده آبکش کردیم، اینجا بهش یه مقدار آب و روغن داغ اضافه میکنیم و میذاریم به همراه دم کنی دم بکشه. این فاصله دم کشیدن برنج کافیه کباب ها رو از یخچال بیرون بیارید و داخل تابه با مقدار خیلی کمی کره با حرارت نسبتاً زیاد کباب ها رو سرخ کنید. هر دو طرفش رو که کامل سرخ کردید میتونید خیلی کم زعفرون دم کرده هم بهش اضافه کنید. تا دونه گوجه هم در کنار کباب ها بریزید. وقتی که گوجه ها کاملا پخته شدن دیگه کباب آماده است. یه مقدار پیاز خلالی به همراه سبزیجات معطر و سماق هم که دیگه در کنار کباب عالی میشه. برنج رو ببینید که کاملا پخته و حسابی قد کشیده، آماده است برای کشیدن. من اول یکم برنج زعفرونی آماده میکنم. زعفرون رو دم کردم، به همراه کمی گلاب و یکم روغن به برنج اضافه کردم. این میشه یه برنج زعفرونی خوش عطر که در کنار کباب تابه‌ای واقعا محشر میشه. اون سبزیجات معطری که داخل کباب تابه‌ای ریختم واقعا عطرش رو متفاوت کرده. شما هم حتما درستش کنید و از خوردنش لذت ببرید. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید.